با عرض سلام و خدا قوت خدمت همه شما متعلمین عزیز. امیدوارم که جانتان جور باشه و لبتان خندان. امروز می‌خواهیم که در جلسه آخر فصل دهم در رابطه با غیر فلزات، در رابطه با عناصر گروپ پنجم و چهارم و برخی از عناصر مهمتر این گروپ ها با هم دیگه گپ بزنیم. خب دوستان، میخوایم که ویژگی های عناصر گروپ پنجم جدول دورانی را با هم دیگه بررسی کنیم. اولی که در گروپ پنجم جدول دورانی چه عناصری وجود داره؟ شما در شکل میبینید دیگه. چه عناصری هسته؟ نیتروژن، فسفرس، آرسنیک، آنتیمونی و بیسموت قرار داره. دوستان در این گروپ نیتروژن و فسفرس دو ماده غیر فلزی هستند. آرسنیک و آنتیمونی دو ماده شبه فلز هسته و بیسموت یک ماده فلزی به شمار میره. عناصر گروپ پنجم کلگی اینها در قشر بالانس خود 5 الکترون دارند و در تعاملات کیمیایی سعی میکنن که قشر آخر خود را با 8 الکترون مشبوع کنند. بنابراین اینها در تعاملات کیمیایی با جذب 3 الکترون در انیون های با 3 چارج منفی مبدل میشن. از طرفی عناصر گروپ پنجم در تعاملات کیمیایی دارای نمبرهای اکسیدیشن مثبت 5 الی منفی 3 میشه. ولی دوستان، من اگه شما خاطرتون باشه جلسه پیشتر در شما توضیح دادم که با کمک چه قاعده میتونین برای غیر فلزها نمبرهای اکسیدیشن تعیین کنین. من در شما گفتم که به عنوان مثال عناصرهایی که در گروپ 5 اصلی تعلق داره دارای بالاترین نمبر اکسیدیشن مثبت 5 میشه. چرا؟ چون در گروپ 5 اصلی تعلق داره. پس دوستان، برای عناصر گروپ 5 بالاترین نمبر اکسیدیشن چند میشه؟ مثبت 5. و من گفتم که اگر شما بخواین کمترین نمبر اکسیدیشن از او رو حساب کنین، فقط کافی هسته که بالاترین نمبر منفی 8 کنین. پس بنابراین من قصد دارم که کمترین نمبر اکسیدیشن ای را حساب کنم. پس همین بالاترین نمبر که 5 هست منفی 8 میکنم، جواب چقدر میشه؟ میشه منفی 3. پس بنابراین عناصر گروپ پنجم غیر از فلزها، چون فلزها هیچ وقت در تعاملات کیمیایی الکترون جذب نمیکنه که دارای نمبرهای اکسیدیشن منفی شود. پس بنابراین برای غیر فلزهای این گروپ نمبرهای اکسیدیشن از مثبت 5 الی منفی 3 میتونه که تغییر کنه. خب دوستان، در گروپ پنجم عناصری مثل چیا وجود داشت؟ نیتروژن، فسفرس، آرسنیک، آنتیمونی و بیسموت. نیتروژن گازی هست بیرنگ که در هوای اتاق و همه جا به فراوانی یافت میشه. فسفرس ماده مومانند هست که در رنگ‌های سفید و سرخ و سیاه وجود داره. آرسنیک یک جامد فولادی خاکی رنگ هسته و از طرف آنتیمونی یک جامد در واقع آبی سفید آبی هسته و بیسموت یک جامد گلابی روشن با جلای فلزی هسته. خب از نیتروژن بگویم. دوستان، نیتروژن در هوای اطراف ما در اتمسفر به فراوانی یافت میشه. نیتروژن گازی هست که تعامل پذیری بسیار کمی داره و 78% هوای اتمسفر و 35% کتله بدن ما و شما را میسازه. از طرف نیتروژن مولکول از او دارای رابطه های سه‌گانه بین دو اتم نیتروژن هسته. دوستان، وقتی ما میگوییم مولکول نیتروژن، منظور ما چیه؟ منظور ما N2 N2، یعنی که دو اتم نیتروژن با هم دیگه با یک رابطه سه‌گانه متصل میشن. دوستان، رابطه سه‌گانه رابطه محکمی هسته و همین رابطه سه‌گانه محکم باعث میشه که گاز نیتروژن تعامل پذیری بسیار کمی داشته باشه. در واقع گاز نیتروژن با گازهای دیگه بسیار بطیء تعامل میده و برای اینکه تعامل بده نیاز در کتالس و فشار و حرارت‌های بالا هسته. بنابراین گاز نیتروژن گاز تنبل هم میگوین، چون تنبل تعامل نمیده. خب از خواص کیمیایی نیتروژن بگویم. نیتروژن میتونه که با غیر فلزها و با فلزها تعامل بده. یکی از مهمترین تعاملاتی که نیتروژن با غیر فلزها میده تعامل نیتروژن با گاز هیدروژن هسته که ما گفتیم نیتروژن در چی شهرت داره؟ در گاز تنبل، خیلی تعامل پذیر نیسته. گاز نیتروژن و گاز هیدروژن در حضور کتالستی مثل آهن در موجودیت حرارت و فشار بالا با گاز هیدروژن تعامل میده، ماده پرارزش امونیا را
تولید میکنه. از طرف نیتروژن با فلزها هم تعامل میده و در اثر تعامل با یک فلزی مثل مگنزیم برای شما نیتراید او فلز مثل مگنزیم نیتراید تولید میکنه. از طرفی یک عنصر دیگه مثل کلسیم، یک فلز مثل کلسیم هم میتونه با نیتروژن تعامل بده و در اثر این تعامل برای شما چی تولید کنه؟ کلسیم نیتراید. خب دوستان یک سوال، چرا زیر کلسیم نمبر 3 نوشته شده، در زیر نیتروژن نمبر 2 نوشته شده؟ این نمبر از کجا آمده؟ انشالله که شما صنف دهم با دقت مطالعه کردین، درسته؟ گفتیم که نیتروژن در گروه پنجم تعلق داره و اینا با جذب 3 الکترون در انیون های با 3 چارج منفی مبدل میشه. کلسیم فلزی هست که در گروه دوم جدول تعلق داره و اینها با از دست دادن 2 الکترون در کاتیون های با 2 چارج مثبت مبدل میشه و در ساختمان نجیبه گاز پریود قبل خود و گاز نجیبه دوره قبل خود نائل میشه. حالا دوستان، زمانی که انیون و کاتیون در کنار هم نوشته میشه، اول نام کاتیون بعد نام انیون نوشته میشه و بعد از او چارج برقی کاتیون در زیر انیون و چارج برقی انیون در زیر کاتیون نوشته میشه. پس بنابراین نمبر 3 که مال نیتروژن هسته بدون علامت در زیر کلسیم نوشته میشه و اون نمبری که در بالای کلسیم نوشته شده بدون علامت در زیر نیتروژن نوشته میشه. چی خوانده میشه؟ کلسیم نیتراید. خب دوستان عزیز، از امونیا بگویم. امونیا یک ماده بسیار پرارزش هسته که به وسیله فریتز هابر برای اولین بار ساخته شد. امونیا رو میتونیم از تعامل گاز نیتروژن و هیدروژن بسازیم. دوستان، همه عناصر گروه پنجم با گاز هیدروژن تعامل میده، ولی مهمترین تعاملی که با گاز هیدروژن میتونه باشه تعامل نیتروژن و هیدروژن در تشکیل امونیا هسته. حالا دوستان، گاز نیتروژن گازی هست بسیار کم تعامل پذیر، گاز تنبل و در راحتی ها با کسی تعامل نمیده. بنابراین ما مجبور هستیم از کتالستی مثل آهن استفاده کنیم، فشار را در 100 الی 1000 اتمسفر برسانیم و حرارت را در 400 الی 550 درجه سانتیگراد برسانیم تا نیتروژن یک زحمت بکشه، یک لطفی کنه و با هیدروژن مرکب شود برای ما امونیا را تولید کنه. اما در صنعت امونیا را میتونیم از تعامل کلسیم سیانواماید با آب هم به دست بیاوریم. در اثر تعامل کلسیم سیانواماید با آب برای شما باز هم امونیا تولید میشه. خب دوستان، نیتراید چیه؟ از تعامل فلزها با گاز نیتروژن نیترایدها ایجاد میشه، مثل تعاملی که شما در رابطه با مگنزیم و نیتروژن دیدین. برای شما چی ساخته شد؟ مگنزیم نیتراید. یا در اثر تعامل کلسیم و گاز نیتروژن شد کلسیم نیتراید. حالا دوستان، اگر شما همون نیتراید ها را در داخل آب حل کنین، مثل این ماده لیتیم نیتراید، زمانی که با آب تعامل میده برای شما امونیا را تولید میکنه. یا ماده دیگری مثل چی؟ مثل کلسیم نیتراید، زمانی که کلسیم نیتراید با آب تعامل میده باز هم برای شما امونیا را تولید میکنه. پس دوستان، در نتیجه تعامل نیترایدها و آب برای شما چی تولید میشه؟ امونیا. خب بریم سراغ اکسایدهای نیتروژن. نیتروژن دارای اکسایدهای مختلفی هسته. اینا چیا هسته؟ یکشی N2O5، یکشی NO، N2O3، NO2 و N2O میشه. خب دوستان، یکی از در واقع اکسایدهای نیتروژن N2O هسته که N2O نسبت به باقی اکسایدهای نیتروژن تعامل پذیری کمتری داره و نسبت به بقیه در واقع کمتر زهری هستن. ایران در شما بگویم که ما تمامی اکسایدهای نیتروژن را میتونیم از تجزیه امونیم نیتریت به دست بیاوریم. یکی دیگر از اکسایدهای نیتروژن مونوکساید هسته که این گاز ناپایداره و دوباره با اکسیژن هوا مرکب میشه، برای شما نیتروژن دای اکساید تولید میکنه. دوستان، گاز نیتروژن دای اکساید گاز قهوه‌ای رنگ هسته و همین گاز هست که باعث میشه به علت آلودگی در شهرها آسمان شهر از بالا در رنگ قهوه‌ای در نظر بیاید. پس بنابراین گاز نیتروژن دای اکساید یکی از گازهای آلوده کننده هوا هست که به خاطر سوختن سوختهای فسیلی در موتورها و غیره تولید میشه و این گاز باعث زشتی آسمان شهر میشه و رنگ او را در قهوه‌ای تغییر میده. نیتروژن در روش‌های مختلفی میتونه که به دست بیاید.
یکی از روش‌های استحصال نیتروژن تقطیر هوای مایع هست. دوستان، ما از طریق تقطیر هوای مایع انواع گازهای مختلف میتونیم حاصل کنیم. گاز اکسیژن، گاز آرگون، گاز نیتروژن و گازهای دیگر میتونیم حاصل کنیم. و همونطور که من قبلا برای شما توضیح دادم، ما میتونیم که هوا را جمع آوری کنیم، از صافی ها عبور بدیم تا گرد و خاک و احتمالاً آشغال هایی که در هوا هسته از هوا گرفته شود. هوا را آهسته آهسته سرد میکنیم و گازهای موجود در داخل هوا منجمد میشه و از هوا سبا میشه تا زمانی که ما دمای هوا را در منفی 200 درجه سانتیگراد میرسانیم. در این حالت ما مخلوطی از در واقع گازهای مختلف داریم که در شکل مایع در آمده. این را هم میدونیم که گاز نیتروژن در منفی 196 درجه سانتیگراد غلیان میکنه. پس زمانی که ما دمای هوا را در منفی 200 درجه سانتیگراد رساندیم، این هوا را در دستگاهی مثل دستگاه در واقع تقطیر قرار میدیم. این هوا را آهسته آهسته گرم میکنیم. زمانی که دمای هوا در منفی 196 درجه سانتیگراد رسید، گاز نیتروژن شروع به بخار شدن میکنه. این بخارها را سبا میکنیم و گاز نیتروژن برای ما حاصل میشه. روش بعدی چیه؟ روش تجزیه امونیم نیترایت. ما میتونیم از طریق تجزیه امونیم نیترایت گاز نیتروژن استحصال کنیم. یک روش دیگه هم داریم، روش تجزیه هیدرازین. دوستان، هیدرازین را میتونیم با گاز اکسیژن تعامل بدیم و در اثر این تعامل باز هم برای شما گاز نیتروژن حاصل میشه. بریم سراغ کاربردهای نیتروژن. نیتروژن ماده‌ای هست که در ساخت انواع کودهای کیمیایی مورد استفاده قرار میگیره و همچنین در ساخت مواد انفجاری مثل TNT هم استفاده میشه. نیتروژن در ترکیب موادی که در بدن انسان انرژی تولید میکنه به کار میره و از طرف نیتروژن در ترکیب تیزاب‌های هسته‌ای DNA، RNA پروتئین ها و ویتامین ها هم حضور داره. خب، فسفرس. دوستان، فسفرس یک ماده پرارزش هسته که در طبیعت در شکل منگه‌های معدنی مثل کلسیم فسفید یا فلوراپاید موجوده. فسفرس ماده‌ای هست که برای رشد نباتات بسیار لازمه و ما میتونیم که از طریق کودهای کیمیایی که مرکبات فسفرس داره این ماده پرارزش در اختیار گیاهان قرار بدیم. فسفرس میتونه که از تجزیه کلسیم فسفید در حضور کربن و ریگ در واقع برای ما تولید شود. پس در اثر تعامل کلسیم فسفید، کربن و ریگ برای شما فسفرس ایجاد میشه. فسفرس دارای الوتروپ‌های مختلفی هسته. یکی از الوتروپ‌هایش فسفرس سفیده. دوستان، فسفرس سفید در هوا میسوزه، مشتعل میشه، ولی در داخل آب حل نمیشه و چون در داخل آب حل نمیشه فسفرس در داخل آب قرار میدن. نوع دیگه‌ش چیه؟ فسفرس سیاه. نوع بعدیش فسفرس سرخه. دوستان، فسفرس سیاه یک ماده‌ای هست که از تعامل فسفرس سرخ و سفید در فشار بالا تهیه میشه. خب دوستان، یکی از راه‌های تشکیل فسفرس سفید این هست که ما فلوراپاید با ریگ و کربن تعامل بدیم و در اثر این تعامل برای ما فسفرس سفید را ایجاد کنه. پس ما میتونیم که در دو طریق فسفرس تولید کنیم. یکی از طریق تعامل دادن کلسیم فسفید با ریگ و کربن و دیگه چی؟ از طریق تعامل فلوراپاید باز هم با ریگ و کربن برای ما فسفرس ایجاد میشه. بریم سراغ گروه چهارم. دوستان، گروه چهارم شامل عناصری مثل کربن، سیلیکون، جرمانیم، قلعی و سرب میشه. در گروه کربن یک ماده هست غیر فلز که تا حدی هادی برق هست و هادی گرما هم هسته. سیلیکون و جرمانیم داریم که هر دو شبه فلز هستن و قلعی و سرب داریم که هر دو فلز محسوب میشه. عناصر گروه چهارم دارای نمبرهای اکسیدیشن منفی 4 الی مثبت 4 هستن، ولی چون قلعی و سرب هر دو فلز هستن اینا هیچ وقت نمیتونه که دارای نمبرهای اکسیدیشن منفی باشه. بنابراین قلعی و سرب در تعاملات کیمیایی دارای نمبرهای اکسیدیشن مثبت 2 الی مثبت 4 میشه. اما برای باقی عناصر غیر فلزی گروه چهارم نمبر اکسیدیشن از منفی 4 الی مثبت 4 تغییر میکنه و ما اینم در شما قبلا توضیح دادم. چرا؟ چون کربن در گروه 4 اصلی تعلق داره.
پس بالاترین نمبر اکسیدیشن چند میشه؟ شاباز مثبت 4 میشه. من مقدار کمترش چه رقم حساب کنم؟ آفرین، همون مقدار بالا که مثبت 4 هسته. اگر منفی 8 شوه، عددی که شما بهش میرسین میشه کمترین نمبر اکسیدیشن. پس اگه من مثبت 4 منفی 8 کنم چند میشه؟ آفرین، منفی 4 میشه. پس کمترین نمبر اکسیدیشن میشه منفی 4. این کمترین نمبر اکسیدیشن میشه و از همه بالاترش چند میشه؟ میشه مثبت 4 تا. خب پس این گروه شامل کربونه، شامل جرمانیم میشه، شامل سرب هم میشه. البته ما همه عکس‌ها رو نیاوردیم، برای شما فقط چند عکس آوردیم. خب بریم سراغ ویژگی هاشی. اول از کربن شروع کنیم. کربن اولین عنصر در گروه 4 اصلی هسته. کربن ماده‌ای هست که در طبیعت در شکل عنصری و مرکبات مختلف یافت میشه. کربن 18% از بدن ما و شما را میسازه و یکی از عناصر مهم در تمامی مرکبات عضوی هسته. کربن دارای یک سری الوتروپ هایی هسته. مثل چی؟ مثل گرافیت. گرافیت یک سنگ در واقع سیاه و چرب ماننده که از گرافیت در ساخت مغز مداد و در صنایع برای روغنکاری استفاده میشه. دیگه الوتروپ کربن چیه؟ الماسه که شما همه الماس میدونین چی هسته. یک ماده بسیار زیبا و درخشانه. و نوع دیگر الوتروپش فولرنس. دوستان فولرنس یکی از جدیدترین الوتروپ های کربن هسته. فولرنس به وسیله یک گروه محقق انگلیسی کشف شد و اینا با خاطر کشف این ماده جایزه نوبل دریافت کردن. فولرنس در واقع از 60 اتم کربن تشکیل میشه که این 60 اتم کربن طوری به هم متصل میشه که شکل مثل یک توپ فوتبال یا توپ ساکر ایجاد میکنه و گفتم این جدیدترین شکل الوتروپی کربن محسوب میشه. خب دوستان، الماس میتونه که به طور خود به خود در گرافیت مبدل بشه، یعنی پروسه خود به خودی هسته. اما تبدیل گرافیت در الماس خود به خودی نیسته و با فشار زیاد گرافیت میتونه که در الماس مصنوعی تبدیل شود. خب بریم سراغ ایزوتوپ های کربن. کربن داره چند ایزوتوپ هسته. یکش کربن 12 در این معنی که کتله اتمی کربن 12. دیگه چیه؟ کربن 13 در این معنی که کتله کربن 13 هسته. و دیگه چیه؟ کربن 14. حالا دوستان، کربن 12 و کربن 13 در طبیعت به طور طبیعی یافت میشه، اما کربن 14 یک ماده رادیواکتیوه و در طبیعت به طور طبیعی وجود نداشته. این ماده در اثر تعاملات هسته‌ای در لایه‌های بالای اتمسفر تولید میشه. حالا میگوییم چه رقم؟ در این شکل نگاه کنید. در اثر برخورد نیوترون‌های کیهانی در نیتروژن 14 به طور مداوم کربن 14 ایجاد میشه. پس خوب گوش کنید. در اثر برخورد نیوترون‌های کیهانی در نیتروژن 14 به طور مداوم کربن 14 ایجاد میشه. دوستان، کربن 14 به سرعت با کربن دی اکساید موجود در هوا مخلوط میشه، ترکیب میشه و از طریق عملیه فتوسنتز در بدن نباتات وارد میشه. حالا دوستان، نباتات کی میخوره؟ جانورا میخوره، ما و شما میخوریم، حیوانات میخوره. و در این طریق کربن 14 در بدن ما و شما هم راه پیدا میکنه. کربن 14 ماده هست رادیواکتیو که در مرور زمان از بین میره و متلاشی میشه. و طوری که نصف عمر کربن 14 5568 سال هسته. دوستان، تا زمانی که ما و شما زنده هستیم و تغذیه میکنیم و طور مداوم کربن 14 به بدن ما و شما وارد میشه. اما زمانی که ما میمیریم دیگه کربن 14 جدیدی در بدن ما اضافه نمیشه و همون کربن های 14 که در بدن ما بود شروع ده از بین رفتن و متلاشی شدن میکنه. از طرف محققان میدونه که نسبت کربن 14 موجود در بدن هر حیوان یا نباتات چقدر باید باشه و از روی مقدار که در واقع باید باشه و از روی مقدار کم شده از او یا مقداری که از بین رفته میتونیم که طول عمر اشیاء چوبی، درختان، جسد انسان‌ها و یا اشیاء قدیمی را به طور مثال تخمین بزنیم و در این طریق میتونیم که قدمت اشیاء را تا حدی تعیین کنیم. خب دوستان، کربن هم گفتیم ماده‌ای هست که در طبیعت هم در شکل خالص و هم در شکل ترکیبات کربنی یافت میشه. ولی از این خاطر که کربن در طبیعت در شکل خالص زیاد یافت میشه، نیازی نیست که ما در لابراتوارها کربن خالص سازی کنیم، چون کربن خالص زیاده.
حالا دوستان اگر کربن خالص با گاز اکسیژن تعامل بده برای ما کربن دی اکساید تولید میکنه. میخوام بگویم در اثر تعامل کربن با غیر فلزها یک ماده میتونه مثل کربن دی اکساید تولید شود، یا در اثر تعامل کربن با فلزها هم میتونه برای شما کلسیم کارباید هم تولید شود، یا حتی در اثر تعامل کربن با غیر فلزی مثل سلفر برای شما کربن سلفاید هم ایجاد میشه. کربن مونوکساید چی است؟ کربن مونوکساید گازی هست بی رنگ، بی بو، بی ذائقه و به شدت زهری هست. این گاز بسیار سبکه، کثافت کمی داره، در هوا به سرعت منتشر میشه. کربن مونوکساید گازی هست که میتونه به راحتی انسان در مرگ گرفتار کنه. و این گاز از طریق سوختن نامکمل مواد سوختی مثل گاز، چوب و غیره تولید میشه. بنابراین میتونه از انجن موتورها، از منقله ها و از در واقع سوختن نامکمل زغال سنگ در داخل بخاری ها تولید شود. هر کجا که یک ماده در حال سوختن باشه ولی گاز اکسیژن به اندازه کافی در محیط نباشه، عملیه سوختن به طور نامکمل انجام میشه و در اثر این سوختن نامکمل گاز کربن مونوکساید تولید میشه. به طور مثال میگیم دوستان، در زمستان هوا سرد است، شما پنجره ها و درگره با پلاستیک پشت دادین که هوا رفت آمد نکنه. اگر شما در پنجره را باز نکنید، اگر شما دروازه و کلکین باز نکنید و بخاری یکسره روشن باشه، این باعث میشه که اکسیژن موجود در هوای اتاق کم میشه و کم کم رنگ شعله بخاری از آبی در سرخ تغییر میکنه. این نشان دهنده ای هست که اون ماده سوختی به طور مکمل نمیسوزه و در اثر سوختن نامکمل گاز خطرناک و زهری کربن مونوکساید تولید میشه. مقدار کم این گاز میتونه که باعث مرگ انسان شود. چرا؟ چون این گاز به شدت دوست داره که با هموگلوبین خون انسان مرکب شود و زمانی که مرکب شد جلوی انتقال اکسیژن در خون را میگیره و بنابراین باعث خفگی و مرگ انسان میشه. حالا میخوایم بعضی از تعاملاتی که در نتیجه اینها کربن مونوکساید تولید میشه برای شما معرفی کنیم. در اثر تعامل کربن و گاز اکسیژن، اگر که این گاز اکسیژن در اندازه کافی در محیط نباشه، برای شما کربن مونوکساید تولید میشه. در اثر تعامل گاز کربن دی اکساید و کربن هم برای شما کربن مونوکساید تولید میشه و همچنین در اثر تعامل کربن و آب هم باز هم برای شما کربن مونوکساید تولید میشه. گاز بعدی گاز کربن دی اکساید. دوستان گاز کربن دی اکساید گازی هست بی ذائقه. این گاز میتونه که از انجن موتورها و در اثر سوختن موادی مثل چوب، کاغذ و غیره تولید شود. دوستان گاز کربن دی اکساید زمان تولید میشه که ماده سوختی در حضور اکسیژن کافی بسوزه. در این صورت سوختن مکمل انجام میشه و گاز کربن دی اکساید تولید میشه. این گاز برای عملیه فتوسنتز در گیاهان حیاتیه. در واقع گیاهان با گرفتن کربن دی اکساید و آب از خاک در حضور نور برای ما اکسیژن و گلوکوز یا مواد قندیره تولید میکنه. بعضی از تعاملاتی که میتونه برای ما کربن دی اکساید تولید کنه در شرح زیر هستن. گاز میتان اگر با اکسیژن به اندازه کافی، با هوای کافی، اکسیژن کافی تعامل بده، برای شما کربن دی اکساید تولید میشه. یا از تجزیه کلسیم کربونید یا سنگچونه باز هم برای شما کربن دی اکساید تولید میشه. حالا اینم یاد بگیرید دیگه. بریم سراغ یخ خشک. یخ خشک چی هسته؟ در کربن دی اکساید جامد. در کربن دی اکساید جامد یخ خشک یا آیس درای میگوییم. یخ خشک در آب حل میشه و برای شما آب سودا یا کربونیک اسید را ایجاد میکنه. پس اگه یخ خشک در داخل آب حل بشه، برای شما کربونیک اسید یا آب سودا را ایجاد میکنه. و همونطور که من در اسلاید پیش در شما گفتم، کربن دی اکساید با آب و در حضور نور در داخل بدن گیاهان تعامل میده و برای ما C6H12O6 یا گلوکوز و گاز اکسیژن تولید میکنه. بریم سراغ سوالات کانکوری.
سوال اول گفته کدام ایزوتوپ طبیعی کربن در نتیجه تعامل هسته‌ای ایجاد میشه؟ گزینه 1 کربن 12. دوستان وقتی میگیم کربن 12 منظور ما کتله اتمه. 12 کتلش هسته. کربن 12. گزینه 2 کربن 13. گزینه 3 کربن 14 و گزینه 4 کربن 15. که خب پاسخ کدام گزینه میشه؟ شاباز، گزینه 3 میشه، کربن 14. سوال بعدی چند فیصد کتله بدن انسان را نیتروژن تشکیل میده؟ گزینه 1 70%، گزینه 2 60%، گزینه 3 35% و گزینه 4 45%. کدام گزینه درسته؟ خیلی خوبه شاباز، گزینه 3 درسته. سوال بعدی کربن مونوکساید از سوختن کدام مواد ذیل ایجاد میشه؟ گزینه 1 بنزین، گزینه 2 تل، گزینه 3 همه جوابات درسته و گزینه 4 زغال میشه. دوستان هر گونه سوختی میخواد گاز باشه، میخواد بنزین باشه، کاغذ باشه، چوب باشه، اگر جایی بسوزه که اکسیژن در اندازه کافی نباشه سوختن نامکمل انجام میشه، رنگ شعله، رنگ آتش در سرخی تبدیل میشه و در اثر این عمل گاز کربن مونوکساید تولید میشه. پس همه جوابات میتونه درست باشه. محصول تعامل کیمیایی 6 مول کربن دای اکساید جمع 6 مول آب در حضور نور چی میشه؟ گزینه 1 C6H12O6 یعنی گلوکوز جمع 6 مول اکسیژن. گزینه 2 C6H6O6 جمع 6 مول اکسیژن. گزینه 3 C5H10O6 جمع 6 مول آب و گزینه 4 C4H6O6 جمع 2 مول کربن دای اکساید جمع 6 مول آب. خب دوستان کدام گزینه درسته؟ شاباز، گزینه 1 درسته. گلوکوز و 6 مول اکسیژن تولید میشه. خب انشالله که از جلسه امروز لذت کافی و استفاده کافی را برده باشین. شما را هر جا که هستین در خدا می سپارم، موفق باشین.